خبرهای اقتصادی امروز 23 فوریه در پیام تیوی. در ماه январи соли ҷорӣ мизони таворрум дар тоҷикистон 0.5% ро ташкил дод. тибқи маълумоти танзимкунанда ба ҳисоби солона аз январи соли 2022 то январи 2023 таворрум 4.3% буд. бино ба маълумоти вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, соли гузашта мизони таворрум 4.2% ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2021 3.8% камтар аст. таворрум аз ҳисоби афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 5.2%, محصولات غیر ازوقه 4% و خدمترسانی 1.9% تشکل یافته است. توازن سودا در گردش سودای خارجی تاجیکستان همچنان منفی باقی میماند. در ماه январи سال جاری واردات مال نسبت به صادرات محصولات 3.2 برابر زیاد بود. طبق معلومات آماری، حجم عمومی گردش سودای خارجی جمهوری در ماه اول سال روان 505 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین ماه سال 2022 12.5 میلیون فایز کم می باشد. حجم صادرات کالا در این دوره 120 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به январи سال جاری 10.8% کمتر است. واردات محصولات 385.1 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به یک سال قبل 13.1% کمتر است. توازن منفی سودا به مبلغ 265 میلیون دلار تشکل یافت. جمهوری در ماه اول سال جاری با 86 مملکت جهان علاقه تجاری داشت. شریکان اساسی تجارتی روسیه 22%، چین 21% و قزاقستان 20% می باشند. نشریه پارلمانی صدای مردم خبر می‌دهد که در جلسه اخیر مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون تاجیکستان درباره باج دولتی بررسی و تصویب شد. طبق این اصلاحات، باج دولتی برای بیکار کردن عقد نکاح تا 7 نشان دهنده برای حساب‌ها زیاد شد. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان در این جلسه پارلمان گفته است که با هدف کاهش دادن بیکارشوی عقد نکاح، باج دولتی از 1 تا 1.5 نشان دهنده برای حساب‌ها موافقاً با 5 تا 7 نشان دهنده برای حساب‌ها زیاد کرده شد. یک نشان دهنده برابر 68 سامانی می باشد. با گفته اشوریان، طبق معلومات آماری، بیکار کردن عقد نکاح در 2-3 سال اخیر رو به افزایش نهاده، شماره زیادی کودکان نابالغ از تربیت یکی از والدان محروم می گردند. گفته می شود که در مجموع زیاده از 4.3% بیکارشوی عقد نکاح در اساس حکم دادگاه صورت می گیرد. در برابر این، وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که طبق تغییرات مذکور، اینچنین اندازه باج دولتی برای وارد نمودن اصلاحات به ثبت اسناد تولد، عقد نکاح، بیکار کردن عقد نکاح و وفات، اینچنین دادن شهادتنامه تکراری به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی موافقاً به اندازه 1 نشان دهنده برای حساب‌ها زیاد می‌گردد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 23 فوریه اعلام کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان، قدر 100 روبل روسی برابر 14 سامانی و 50 درم است. قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان 1084 سامانی و 10 درم ارزیابی شده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1153 سامانی و 70 درم معین کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1828 دلار و 56 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در برج‌های اینترکانتیننتال اکسچنج و برینگراد فیوچرز لندن 80 دلار و 33 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در برج‌های نیویورک مرکانتال اکسچنج و لایتویت گراد اولیا نیویورک 73 دلار و 87 سنت معامله شد.